سلام، من عبدالله اشرف شما را با مهمترین رویدادهای روز دوشنبه 7 ایول آشنا میکنم. رئیس جمهور سابق گورجستان ادوارد شevardnadze روز 7 ایول در سن 86 سالگی از عالم چشم پوشید. شevardnadze 25 ینور سال 1928 در ناحیه لنجخوتی گورجستان به دنیا آمده. دو دفعه، بار اول همچون کاتب یکم حزب کمونیست و بار دوم بعد صاحب استقلال شدن گورجستان رهبری کرده است. اسم شevardnadze به جهانیان سال 1985 در پی اعلان سیاست بازسازی رهبر نو اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف معلوم شد. گورباچوف در یک اقدام غیر انتظار شevardnadze را از تفلیس به مسکو آورده وزیر امور خارجه SSR تعیین کرد. در تاجیکستان نیز شevardnadze را خوب میشناسند. قدم نمایان بودند. اون وقتنده از جمهوری های که علایده در سطح بلندی رهبری نه اونقدر زیاد رهبرا بودند. یکی از اونها شevardnadze بود. هم وزیر کار خارجی بود و همچون یک رهبری خودی مملکتش یک انسانی از نظر من بسیار یک همه جانبه برای مملکتش خدمت کرده بود و از هم پرابلم های فرهنگی و پرابلم های بین الخلقی به اراده سیاسی هم داشت. محض در دوره وزیری شevardnadze جنگ سرد بین شوروی و غرب به پایان آمد و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی سر از پایان سالهای 80 از محور مسکو جدا شده به ساختن نظامهای دموکراتی پرداختند. مرکز تحقیقات استراتگی تاجیکستان باوری بیشتری مردم به پرزیدنت را یکی از عامل‌های مهم امنیت و ثبات در کشور ارزیابی می‌کند. سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان روز 7 ایول در نشست خبری این نهاد گفت 3 عامل اساسی امنیت کشور را در حال حاضر تأمین می‌کنند. همینجا 3 ریسورس از اقتصادیات عقید می‌گردیم. ریسورس یکممون این که مردم باورشون به همین صلح و صلاح بیشتر است و این ریسورس اساسی خلق می‌باشد. ریسورس دومی که برای امنیت ما رو تامین می‌کنه این اون است که مردم باورشون به президенти کشور زیاد است. و سوم ریسورسی که ما داریم همین صنف میانه است که مثلا مردم که بهترشوی احوال خودشون را احساس کنن اونها برای مثلا یک تظاهرات یا یک کار دیگر دست نمیزنن. ادعای مسئولان مرکز تحقیقات استراتژی در مورد باوری اکثر شهروندان به پرزیدنت رحمان در حال است که تا به حال در تاجیکستان یگان مرکز مستقل نظرسنجی سطح اعتماد مردم به پرزیدنت را تحقیق نکرده است. رئیس جمهور امامعلی رحمان با صدور یک فرمان رهبران شرکت برق تاجیک را از وظیفه سبکدوش کرده. سابق رهبر ناحیه ظفرآباد رستم رحمتزاده را به سمت رئیس برق تاجیک تعیین کرد. رئیس جمهور همچنین دستور داد که تمام کارمندان برق تاجیک از اتستاسیا گذرانیده شوند تا معلوم شود که آنها جوابگوی وظیفه اشغال کرده خود هستند یا خیر. به گفته مسئولان وزارت معارف، حالا در تاجیکستان 450 نفر آموزگاران نمیرسند. مسئولان وزارت معارف تاجیکستان میگویند که تعداد زیادی آموزگاران از حساب زن‌هایند و این یکی از عامل‌هایی است که نارسایی آموزگاران را به میان می‌آورد. نوریدین سعیدوف، وزیر معارف و علم، روز 7 ایول ضمن یک نشست خبری گفت که 68% آموزگاران در مکاتب تاجیکستان زنانند و در شهرها شمار آنها تا 75% میرسد. با تاکید وزیر، رخصتی بعد از تولد عامل می شود که جای کاری آنها موقتا خالی ماند و این باعث نارسایی آموزگاران در مکتب ها می شود. با اطلاع وزارت معارف، حالا در تمام مکتب‌های میانه کشور بیش از 1,700,000 خوانندگان تحصیل می‌کنند که به آنها 130,000 نفر آموزگاران تعلیم می‌دهند. حکومت ولایت سوخت به خالبک یولداشف بر عوض یک کوزه تنگه‌های قدیمی از زیر زمین دریافت کردهش جایزه داد. ساکن ناحیه استرافشان خالبک یولداشف 20 ساله هنگام ساختمان منزل از زیر زمین یک کوزه با نزدیک 1,500 تنگه مس را پیدا کرده به آثارخانه خوجند سپاریده بود. معلوم شد که همین شخصی دریافت کرده تنگه ها یولداشف خالبک همین مبلغ
مبلغی که کمیسیون معین کرده است، یعنی 20% یعنی ارزش عمومی تنگا که اون 14590 سامانی بود، از همون 20% یعنی 2918 سامانی رو همچون پرداخت گرفته است و خیلی خرسند است که برای همین یافتگی من همه خود مبلغ گرفتم. آثارخانه تاریخی و کشورشناسی شهر خوجند تنگه‌های مسی یافته خالبک را مال عصر 16 دانسته است. اخبار از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.